ما یک گروه مخلصان شما از روسیه ما یک چند سوال داریم میخوایم با سوالهای ما جواب بدید. و یکم سوال همیه که همین روسا دارند مقصد ایدشون پس خانم دارد در سر قبرهاشون قند شکلات چیزای شیرینی و پول میمونند. همین مردم تاجیکیستان مقصد میگیرند همین رو استفاده میبرند. همین مقصد از دیدگاه مقصد شریعت چی مقصد چی دارد. دیگه سوال همیه که همین 6 روزه که بعد از عید رمضان روزه میگیریم همین چی فضیلت دارد؟ سنت است مقصد یا واجب است؟ میخواهیم به همین جواب میدید. سوم سوال همیه که یک برادر قرآن بگیم یک دو پاش در پیش مادرش خوانده است خوانده بود گرفته است بعد از اون خدا یک چند بار قرآن ختم کرده است فوت است. بعد یک برادر دیگر گفته است که تو قرآن در پیش یکم قاری یا که یکم حالا گذراندگی نیستی خواندگی تو بیفایده است. مقصد همین سوال‌های ما جواب بدید. تمام. اصلا در عید جشنواره‌های دینی مردم غیر مسلمان شرکت کردن منع اجازت نیست، مکروه تحریمی است. همون برادرایی که مقصد که برای پسخ پول میمونن، کنفت میمونن، تخم میمونن در سر قبرهاشون همون رو میروند استفاده میبرن، عملشون مکروه تحریمی است. دلیلش حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که حضرت نهی کرد گفت من تشبه بقوم فهو منهم. هر کس شبیه کنخچه به قوم از جمله همون حساب می شود. اگه این شبیه کردن در همین مراسم های دینی را در نظر دارن در نبینی همون اهل کتاب هم رنگ موری میخرن چای میموشن مقصد خوراک میخرن اینا مقصد لباس میپوشن این اعتبار نداره. هر کس خچه به قوم در همین مراسمش اگر شبیه کنه از جمله همون حساب میخوره. اگه این جای شک نیست که این پسخه یک مراسم دینی نصرانی هست برای همین شرکت کردن استفاده بردن اشیاء نه درست نیست، مکروه تحریمی است. مثلا بسیار مفصل گفتیم خیال میکنم که کافیه. در مسئله تلاوت قرآن خدا رحمت مغفرت کنه همون پدر و مادرمون همون بابا و ماماهای ما را همون مردا و کمپیرکای با غیرت جوان مردی را که دهن به دهن در فرزنده و نوساشو قرآن را تعلیم میدادن، کلمه شهادت کلمه طیبه را تعلیم میدادن. با خدا قسم ایده یک حصه غیرت همون را اگر مردم این روزا میداشتن دیگه این فاسق فاجر در جامعه بسیار کم میشید. افسوس صد افسوس که نداریم. یک تصور کنه که با یک کلمه اول جامعه را اصلاح کردن. اونا مردمی که سواد کافی نداشتن. او زمانه موده با خدا قسم عیبت کی بچه ای قرآن یک چند سوره ندونه. اکثر کلی مردم قرآن خوندن نمیتونستن. نبود یکم کودکی که یک چند سوره قرآن ندونه. مصافه در قدر هم میقبیدد بنده کی امتی کی در مذهبی کی اگر همین کسی ندونه گوش هم میقبید 180 گراد استو میداد. مرده از یاد میکردی. ولی که او غیرت کو جون مردی کو اون محبت این رئیسیش بچه من نباشه. متاسفانه جامعه را همین چیز خراب میکنن. همین خنک نظری به اعتنایی پروا نکردن. این فکر نمیکنیم که ما در یک جامعه ایم در یک کشتی ایم خدای نکرده اگر یا بلا و آفت بیا به سر همه میآید. نه وقتی که غضب خدا اومد بالای همه میآید. بالای همه باید شریک باشیم به هم دیگر. اگه واقعا غیرت کرده است اون مادر که دو پاره قرآن فرزندش تعلیم داده است. اکثر کلی مردم پیش حتی ملاها از تجوید بخبر نبودن بیچاره. همین قاری‌ها میرفتن در اندیجان و نمنگان تجوید تعلیم میگرفتن. در اینجای خیلی متخصص نبود همه میدونن. برای همین اکثر همین وقتی که میخونن مقصد که همون چه بگم با لحن میخونن. اگر ملایم تر کرده بگیم بعضا لحنی ظاهر خطی بعضا لحنی هم پوشیده و خفی خطی اما با لحن میخونیم. در صورتی که خدای تعالی امر کرده است پیغمبرش میگه ورتل القرآن ترتیلا قرآن با ترتیل بخون. ولی در تفسیر همین کلمه ترتیل اومده است از حضرت علی سوال کردن که یا امیرالمؤمنین ما ترتیل این ترتیل چی است که خداوند امر کرده است که ورتل القرآن ترتیلا؟ حضرت گفت تجوید الحروف و معرفت الوقوف. آنمو ترتیلی که خدا امر کرده است تجوید حرفا یعنی که درست
خوب از مخرج تلفظ کردن حرفها و دانستن موضع وقف که در کجا وقف درست است در کجا درست نیست. همین کلمه تجویده که به همین علم زده می شود از همین سخن همین حضرت علی سرچشمه میگیره که ترتیل تجوید گفت. اگه تجوید ببینه امر پروردگار واجب شد، امر خداقتی واجب شد. بله او زمانایی که نبود امکانیت مردم نداشتن اونا معافن، اونا معذورن اونا. وقت میخوندگی او در پیش پروردگار 100% قبول است. همون ما زبان رو ننگریم قال رو ما درون رو بینگریم حال رو عین هم حالی هم مردم است. اما امروز شرایط امکان هست. امروز دهه‌ای نیست که چند قاری و چند ملو نداشته باشه. همین کسی که اگر هم اندکی میل رغبت داشته باشه امکان داره که همون سوره را که میخونه در نماز اصلاح کنه، سعی کنه بچه اصلاح کنه. همون کسایی را میگن که خوندگی تو درست نیست، ختم تو درست نیست، او جاهلن او. همون گفته است یا زاغ اما چه زاغ نگو زاغ بگو هر دش مونده است کار میکنه که بیچاره دیگه قرآن خوانی بمونه. با این شکل باید توصیه نتن مردمان. برادر خوندگی 100% درست است. نه که در ذمه تو واجب است که همون چیزایی را که خونده اخیت کرده یا برات بگذرونی. بعضی‌ها میگن 30 سالی ما کلون شده است مثلا دیگه ما نمیتونیم خودمون را اصلاح کرده. اگر همیو سعی کردن نشید معذور میشوند. نه که گفت همون خیلی چیز کمپینی ما یادم داده است کفایه دیگه در قیسش نشید گناهگار میشه البته. همه را غلط میخونه بعد در آخرش میگن صدق الله العظیم. خدا راست گفته است. بچه تو زبان تا درست کو کلامی پروردگار. همین مسافری همسایه داشتیم ما خدا راستی هم فهمیدم که ریاژینکا کیفر فرق میکرده است. خیلی میکردم همش یک گای این ریاژینکاش دیگه بود است کیفرش دیگه بود است. این باشه ما هم فهمیدم که قایماقش جدا بود است سمیتان جدا. ما آدمای سویتی هم باشه سمیتان میگفتیم که گفت نه قایماق جدا دیگه ای با یا تاش پختگی یا تاش خوم ای تو همین درجه را نرخ نوای تمام اشیای بازار میدونست با صفاتش میگفت. همین در یا سوره فاتحه 10 غلط میکنه. اونو بود این قضیه تیز دوری همه را میدونی. برنج در ریگر چند سومای در دوشنبه چند سومای بیمار داری همین را بیا بگذرون ان شاء الله ذهن تیز اخذ میکنی میشوه. انا می کسی که میشوه بگو اهمیت نده انا همین آدم گناهگار حقیقتا. نه که اگر سعی کرد مبادا نشید آدم بیزود یک خیل نیسته کو خاصتا وقتی 30 سال رفت مشکل میشه دیگه حافظه ضعیف میشه. اگر سعی کرد ان شاء الله عزیمش ساقط میشه. اما به هر وجه صورت کلامی پروردگار را سعی کنید. همین کسی کلامی پروردگار را پاس داشت خدای تعالی او را احترامش بلند میکنه عزتش میکنه. همین مردم مسلمانی با همین توجیکی ما را به همین قرآن خوانیمون میشناسن به همین قرآن خوانیمون احترام میکنن به خدا. یک کنفرانس شده بود سال 2009 در المعتو انا رکتری انیورسیته اسلامی قزان گپ زد. گفت من همین توجیکا را میبینم حواسم میآید. گفت یا این زویدو یو بیلای زویستی حواس میکنم در غیبتا میخورم. همین یک پرستوی دورنیک شد گفت میقپی دسته پورای قرآن حضیات میدونم اما مفتی حضرت ها یا پورا نمیدونم یعنی حواس میخورن. همین یعنی یک کاری هسته که دیگر مردم همین را نسبت مردم ما قدردانی میکنن احترام میکنن مردم ما را. سعی کنی بچو همین امکان شرایط استفاده برای با خدا قسم همین علمی که امروز هست ایده یا حیثش در همون مصافده و کمپیرکای پیشینه میشید که جامعه را تماما دگرگون میکردن. اونمون نداشتن نه که محبت داشتن نداشتن تقوا داشتن. محبت که داشت فرزند حق داره نخونه شپلق شپش میکرد مجبورش میکرد از یاد که. تقوا که داشت گپش اثر داشت. برای چی نمی سخنای امروزه تاثیر نمیکنن؟ برای که تقوا نیست آخه. همون گوینده خودش که تقوا نداشته باشه اگه جو سخنی و اثر میکنه. اگر همون تقوا باشه به خدا قسم نمی گپ قطعی میبینی که همون مستمع علاقه اصلاح میشود دگرگون میشود. زمان پیش همین حتی کسایی که امری به معروف و نهی از منکر میکردیان همین مسئله را جدی اهمیت میدادیان. ولی هم یک قصه هست که چقدر اصل داشتنش خدا خودش میدونه. میگه یک شخص نزد حضرت امام اعظم ابو حنیفه اومد گفت که همین فرزندم چی درد داره که همین خورش میبره در روش هر خیلی خورش میبره همین چیکارش کنم؟ گفت 3 روز پس بیو.
بعد 3 روز اومد گفت که همین شیرینیش نته شیرینی نخورم. بگو حضرت همین قگا پی بدم که 3 روز محتل مکردی ام در او نگفتیم و ما خودم شیرینی را دوست می‌دارم می‌خوردم اون وقت. یعنی به خاطر فرزند تشیده 3 روز که شیرینی نخوردم که گپ اثر کنه. حقیقتا شاید که این اصل نداشته باشه. امام اعظم ابو حنیفه یگان طبیب نبود که این مسئله را توصیه بده، اما به هر وجه صورت اگر شاید روایت غلط هم که باشه معنیش درسته. معنیش درسته. ضحاک روایت میکنه میگه مرد نزد حضرت عبدالله ابن عباس اومد. حضرت عبدالله ابن عباس شاهی مفسرای قرآن است، پسرعمک رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت یا ابن عباس این اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. ای پسر عباس گفت من قصد دارم که مردم امری به معروف و نهی از منکر کنم. حضرت پرسیدش که ابلغت ذلک، آیا به همین پایه رسیده؟ میتونی همین کارا کرده؟ گفت ارجو، امید دارم از خدا. حضرت گفت این لم تخشى ان تفتضح بثلاث آیات من کتاب الله فافعل. اگر خوف نداری که در پیش 3 آیت قرآن شرمنده و رسوا میشه بکن. تشویشید. گفت ما هم یا ابن عباس، او 3 آیت چه آیت ها ای پسر عباس؟ گفت قوله تعالی فی کتاب العظیم اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. گفت کلام پروردگار در قرآن که خدای تعالی میگه که شما مردم به امر خیر دعوت میکنه و خودتون فراموش میکنه. مردم دعوت میکنه و خودتون نمیکنه. اوقات کتاب میخونه، شما ای حکم پروردگار با خبر میدونه که کسی به علم عمل نمیکنه عقوبتش چیه؟ عقل فراست نداره. شما از روز جزا نمیترسید. احکمت هذه ای عهده همین آیت میبروی. اون مردای پیش ای خدا میترسیدن. اوخی دروغ بروشو گناه کبیره بود. گفت لا نمیتونم. گفت فالحرف الثانی آیت دیگه مش چیه؟ شاید ای عهده اوش ببرو. حضرت قوله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. کلام پروردگار که میگه که ای کسایی که دعوای ایمانداری میکنه، دعوای مسلمانی میکنه، چرا سخنی را میگین که انجامش نمیته؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. پیش پروردگار بسیار گناه عظیم است. غضب و خشم خدا برانگیخته میشود وقتی شخص گپی را بگه و نکنه، وعده را بده و خلاف کنه. احکمت هذه ای عهده همین میبروی. گفت لا نه. فالحرف الثالث 3 چیه؟ گفت پسر عباس گفت قوله تبارک و تعالی اخبارا عن شعیب علیه السلام و ما اريد ان اخالفکم الی ما انهاکم عنه این اريد الا الاصلاح. گفت کلام پروردگار در قرآن که از زبان شعیب علیه السلام خداوند ذکر کرده است. حضرت شعیب به قومش گفت که من هرگز شما را به کار دعوت نمیکنم که خودم نکنمش. هر کاری را که شما را دعوت میکنم من پیشکی خودم اون را انجام میدم. من فقط اصلاح شما را در نظر دارم وقتی که دعوت میکنم. دعوتی من برای دنیا نیست، برای اصلاح شما است، برای آبرو و عزت و مقصد که شهرت نیست. این اريد الا الاصلاح، فقط همین اصلاح شما را من میخواهم. احکمت هذه ای عهده همین میبروی. گفت لا. و حضرت گفت فابدأ بنفسک، نباشه اول خطا امری به معروف کن، اول خطا نصیحت کن، خطا اول اصلاح کن، بعد دیگر رو چنگ بزن. الله اکبر. میرا ببین سیرگوی رو گر در عمل نکوشی نادان مفسری. باغی درخت علم ندانم با جز عمل، با علم اگر عمل نکنی شوخی ببری. عمل نداریم با علممو که گپ و هیچ تاثیر نداره. زمان کی امر به معروف بود، کی قدر مسجد بود، ای کجا این نمازهای جمعه و منبرا بود. زمان خلافت حضرت عثمان والله اعلم یک 5 جمعه، زمان خلافت حضرت عمر 9 جمعه، 9 ساعت. همین که ساعت وقتی صحبت دارم بسیار موضوع امتری با خاطر اون که همین فتنه ها را مردم بفهمن که ایجا سرچشمه گرفته است. تو اینکه نه در دام شیعه ها بغلطن نه در دام سلفی ها. همین چیزی که اهل سنت و الجماعه میگن همون را به دلیل آوردم. قصه کوتاه قیس وقتی که اگه بگیم اتستاف کرد این به حد تاجر کلام بود، موفق بود، حقیقتا با دولت بود است. بعد جوانمرد بود، خیلی پدر خیلی باشه، بابا جوانمرد باشه. البته آخه
همه هرچی به سوی اصلی خودش رجوع میکنه. یک سال در موسم حج در مکه مکرمه حاجی ها اکم حج خلاص شده دیگه حج فرضی و ایسته مردم خونه‌هاشون میروند. ششتگی انت صحبت دارن که در میان اصحاب پیامبر امروز از همه جوانمردتر کی باشه؟ بعضیا گفتن که عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنه پسر حضرت جعفر ای. انا بگیم که جعفر اکای حضرت علی بود. یعنی عمل بچه رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله. عبدالله بسیار جوان غیور و جسور و مقصد بدولت محیب بود. همون دلدل پیامبر صلی الله علیه و سلم و دلدل خچی راه. وقتی پیش همین رحمتی مصافت اسبش میگفت قصه میکرد همون دلدل همه دونستیم میگفتیم اسبای. اون که این دلدل خچیر بود است. اما حضرت همون دلدل دوست می‌داشت. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت دلدل حضرت علی گرفت. سورش نمیکردن. نگهبینش میکردن به خاطر پیامبر. وقتی حضرت علی شهید شد نبی عبدالله ابن جعفر گرفتن دلدل. دلدل درست عمر دیده 40 سال چشماش کور شده بود، دنداناش ریخته بود. این همی مرده که یکی از ثروتمندترین مردای دنیا بود اما عصر زمان در همه اغرق این همی مغز 4 مغز مویز همی رو همی چکی دست با همی کفی دستش مقصد تلقون میکرده هم خچیر همی دو دست. این خیلی مرد بود. گفتن ای همه جوان مردترین امروز همی عبدالله ابن جعفر ای. یا ایده دیگه گفتن قیس دیگه تره گفتن قیس با غیرتش زیادتره. بخیر گفتن چیزی جور میکنه امتحانشو میکنیم هر دش در مکان همین امتحان که کردی چیز معلوم میشه واقعی. یک شخصی را نزد عبدالله ابن جعفر فرستادن. حضرت قصد سفر مدینه داشته است. همین شتر را تیار کردگی شتر اولی نخیزوند یا نیجوش. این اومد گفت که یا عبدالله گفت من مسافرم سومون تمام شده است و خونه ما میگم برم هیچ امکان ندارم کمک بودم. بگو بچه‌م همین شتر دستور شد. شترش سرخمو. این سرخموش همین لکسوسوی 570 دایده آزی میگه. بشی بچه‌م گفت نمیده. در خرجینش 500 دیناره 500 تنگه تیلو. یا را دیگه خرجی سفر. و این هم شتر سوار شد اومد. مردم نگه دارن همین دیدن گفتن ماشاءالله خیلی عبدالله در گرد نیسته. بگو اینا 500 دینار دیگه هم دو دست رحکی رو. او شخصی که نزد قیس رفته بود میگه رفته است که قیس خوب قیلوله. بس صدا کرد گفتم قیس بگه یه مسافر اومده است. غلامش بر اومد گفت که این حضرت گفت شب تا سحر در نزد خانه کعبه بود. نه خوبش بود است دیلم نمیشه بیدارش کنم. چی میگویی؟ گفت یا یادمم کنم مثلا من مسافرم هم خیلی در راه موندم ابن سبیلم. همین کنج خونه در یک خلطه بود است دینار داشته است 1000 دینار. همون را گریف گلاب دادش گفت همین را بگی برا غم نتیجه یه حضرت بیدار نتیجه گریف سری حرقه کرد خیم 1000 تنگه تیلو و از بینه که بخوی بچه گفت با پای پیاده بودم ای بود دردی سرشید یکون خرای خچیره یکون شتره از پای نداری بیتی بورش کنم برمش. این همین دهانی درده اسبی قیس بستگی بوده است. این بگیم یک اسبی عربه حالی هم همین عرب سکیسککون در دنیای همه قیمت باهاترین اسبایی است که چند میلیون دلار میستن. در همون شب و روزو ایود اسبی خوب نبوده است. در تاریخ نام اسب اومدگی شهبا نام اسب شهبا بوده است. حضرت معاویه همین را به هزار خریدار شده است. هزارش هم میلیون میشه وقتش ندوده بوده است. گفت این نمیره سور شب را اینجا بود خر خچیل بکن خیس میگه در اسب اومد همین اسب دیدن گفتن تمام ما تسلیم. گفت این خلطه رم دادن نه که خودش نداده است و خیره این غلامش داده گیاد. بچه گفتن که صبر کنیم ولی بخیزم. این مردوی هستن که اسبشون ای فرزندشو برو میدونن ترخش نگفت این خیلی وزبینه. حضرت میگه پیش قیام ای خوب میخیزم برای پیشین و همون غلامش نزدش اومد و حضرت خوب بدید یا سعید همین که یک آدم اومد نادار او که کمکم کنم من اون خلطه را دادمش همون کنی خونه دا بود بسیار کاری خوب کردی برکت بیاری گفت ولی خلاص نه حضرت همین دعوا را برداشت یک خرای خچیرم بیو با اینجا میگو شوخی در اینجا همون اسب تا گفتو سور شما برو همین جوش راست پرید خیس میگه بگو به غلام آزادت کردم با خدا قسم گفت تایمه در بغدار بدهی غیرتی تا غیرتی بود از زیاد بود است
هیچ وقت دیلم نمیشید و اسب بده میرفتم یک شترش میخریدم میدودمش و اسب نمیدودمش این تا حقیقتا به هدر بوده این ربی امی کل شیء یرجو الی اصله معنوش همیه خدا برکت بده محمد جانم انشالله همی اصل که دوره نمیرن که پدرش ببینه اینا نام طعام کرده است و مسلمان‌ها را دعوت کرده است در ماه شریف رمضان یک نعمتی هست که اینا با یگان ترازو کشیده نمیشه حضرت گفت من فطر الصائم فی رمضان کان مغفرة لذنوبه و عتقا لرقبته و کان له مثل اجره من غیر ان ینقص من اجر الصائم شیء هر کسی در ماه شریف رمضان یک روزداری را با طعام ضیافت میته اولا خداوند همین کارش سبب مغفرت گناهاش میکنه یکی در ماه شریف رمضان خداوند گناههای ما قبلی بنده را میبخشه نص صریح شرعیه و سبب آزادیش از آتش جهنم میگردونه خداوند آتش جهنم به همین جوان مردا و به همین کسایی که در ماه شریف رمضان سعی تلاش میکنن حرام گردوندگی و نهایت با سرشماری همون مردمی که در طعام افطار شرکت میکنن خداوند در نامه اعمال همون صاحب افطار اجر ثواب می نوشته است روزدار چند قدر ثواب میگیره کی بدونه حضرت گفت کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الی 700 ضعف هر کاری خیری که مسلمان میکنه ثوابش به مراتب خدا میگیره برای یک کاری خیر از 10 تا 700 ثواب میته خدای تعالی بعد در ادامهش میگه قال الله تعالی الا صیام میگه الله ذوالجلال و الاکرام تاکید کرد که مگر روزه فانه لی و انا اجزی به بنده روزه را برای ما میگیره پاداش او بنده در ذمه ما او را یگان ملائکه حساب کرده نمیتونه او را دیگه به یگان ارشین چین کرده نمیشه اگه تصور کنه که همین روزدار خدای تعالی چقدر که اگر اجر ثواب بده همین افطار دهنده را پروردگار امر میکنه در نامه اعمالش با سرشمار هر کدام یک هم خیلی ثواب مینویسه این حساب شد دیگه پروردگاری بزرگ خودش میکنه خدا من خیرات احسانات محمد جان قبول و مقبول گردونه پروردگار فرزندای خوب و صالحش بده خدا من غیرت همت بده مسلمانان را خدا شاهد همین عمل خیر که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم برام میراث مونده است همه مردم همین را تاکید میکنن همه که همین مسلمان ها حقیقتا خونه دارن نان دارن در دارن همین مسلمان عادتش باید همین باشه آخی میگه سائل آمد سوی خانه خشکنان خاص یا ترنانه یا تلبنده حضرت مولوی میگه میویا یک در میکوبه که یگون نانی مقصد ملایمه خشکه داری بتیم گفت صاحب خانه نان اینجا کجاست خیره کی دکانی نان واست این خانه آباد صاحب خانه یک هم سختی مرده بوده است و هم قفی زن بوده گفت بار اندک پی هم بیا گفت تاخیر نیست دکانی قصاب اما چه گفت یک اردک روغن هم بیار این پیهوش نمی جیر میشه جیوان تو جیر اما چه گفت دکانی قصاب نیست گفت پاره آر ده ای کت گفت پیداری که هست این آسیا اخه یک اردک آر یک چلپک کنم یک هم توگی کنم بکنم اما چه گفت اینجا آسیاب نیست که آر داد بتام گفت بار آب ده هست مکرعه ایش سرد مانا گفت اقلا یک کاسه آب بته گفت تاخیر نیست جوی و مشرع اینجا بطر سرچشمه نیست برد علاوی چشمه آب بخور هرچی در میخواست از نان تا سبوس چربک میگفت و میکردش فسوس بیچاره هر چیزی که گفت یک شخش داد همین یک پدناشکش داد آن گدا در رفته دامن در کشید اندران خانه به حسبت خواست رید ای هم زد تیله صاحب خانه را و درمت در یک جا دامن شبولو کرد ایزو شپاییم کرد چیشت گفت های های والا اب پات دیوره چی خوره استقامتی ایت چکو میکنی گفت های های گفت تنزن ای دیجم تا در این ویرانه خود خالی کنم چند در این جو نیست و چیزیستن در چنین خانه بباید ریستن آخی خانه ای که گفت نان نداره آرد نداره روغن نداره آو نداره ای حاجت خونه چی فرق میکنه من اقلا همجا شکم خالی کنم برای خونه مسلمان باید که مقصد که مسلمان دستش با نمک باید باشه جوان مرد باشه
یک ایده از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که این حدیث سلمان فارسی راویش وقتی شنیدن گفتن یا رسول الله لیس کلنا یجد ما یفطر صائم علیه. ما امکانیت نداریم که طعام افطار کنیم و مردم دعوت کنیم و نام بتیم، ما همیشه ثواب محروم میشیم. حضرت صلی الله علیه و سلم بشارت شدن گفت یعطی الله هذا الثواب من فطر صائما علی تمرة او علی مسقط لبن او شربت ما. خداوند عین همین ثواب به شخص میده که به همین روزدار یک خرما را هم تعارف کنه یا همین همسایه‌اش یک کاسه شیرش روی کنه که همین شیرچوی که بخوره یا یک کاسه او یک تشنه را میده، عین همین ثواب پروردگار براش میده. اینا ببینید اون موسم حج در کسی در رمضان رفته است میدونه واقعی همین هیچی نداره بیچاره یک کروکاگ خرما در دستکش ایستادگی تعارف میکنه التماس همین خرمای من هم یاد بگی یاد دونه بگی هیچی نداره اوبا میگیره و وقتی که مردم در گرد خانه خدا چی کردیسیان کو طواف کردیسیان در همین سری ارقش میگیره و هم یک مقصد یک چی او بخور یک کروشکاگ او بخور او برای مردم میدونن که چی ثواب داره و چی اجر داره. الحمدلله در اکثر مسجدها دیدیم که همین جوان مردم همین حدیثای پیغمبر که بخبر هستن شکی میدونن خب پدام میبرن حتی همون خودی و هم مسجد نمیدونن که کی میوره میبرن میمونن اونم خرما را کسی که میدوه مرحمت کنه بچه افطار کنه. همین سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در عصر 21 زندگی کردیم، عصر گلوبالیزاسیا جهانی شوی هوشتونه در سر تو بگیره که با بهانه گلوبالیزاسیا انمو کهریگی غربی را در بالای مردم بر کردیم. اگر به شرطی که همین سنتو فراموش شوند شاید روز شود در مورم که وقتی پدر خونه فرزندش میره اگر گشنه باشه بو تبروداش قطیش بگیره برای که اونجا بخورم بچه‌ش هم بسیار غیرت کنه بعدم یک چشکه کوفش میکنه میورش ایو زیاد نه. و همون خاطر سنتوی پیامبر صلی الله علیه و سلم باید که همین دستورالعمل حیات ما باشه. بسیار لازمه بسیار مهمه. همون رسول را دیده کسیش که مقصد همین جهت است اگر هیچ خصلت خوبی مورم ندونن میگن که همین مردم مهمان نوازن و نون و نمکن. حتی یک تشخیص کرد میگن فیرودم کردن کولیا بیو اوشی نهور یا وقت زیاد نبود آخی давай спускайся اوشی نهور فرمادم میگه خیلی زدیم تا اون بسیار با میگه گفتم сколько с меня کی گفتن نه فی سبیل الله های خلیا وای روز دیگه بو فیرودم میکنن کولیا اوشی نهور یه بچه با میگه گفتم اخ ما دو مهمون سر به سر جمع کرده نمیتونیم دو مهمون این خرایجو میته با میگه خدا میته با خاطر الله که آدم خاص کرد پروردگار با همراه مقصد که موافق میگردونه. خدا کنه که عمل خیر خوبه که از پیامبر صلی الله علیه و سلم برامون میراث مونده است در بین مردم مسلمان ترک نشه و پروردگار از فیض و برکات و خیرات و فتوحات این ماه بزرگ محمد جان اهل خاندانش مهماناش برخوردار و با نصیب گردونه تا رمضان دیگر بندگان صائم و قایم شده در پناه امر اسمتش محفوظ بداره. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك. تاکید کرده است میگه من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال کان کمن صام الدهر كله او سنه كلها. وقتی شخص ماه شریف رمضان روزه داشت بعد رمضان 6 روز دیگه از شوال خوش کرد گویا تمام سال روزه گرفته است. همین را شارح‌ها و علما وقتی تحقیق میکنن میگن که حکمتش همین است که رمضان یک ماه است بشارت خدا است میگه الحسنه بعشر امثالها هر حسنه هر کاری خیر 10 برابر ثواب داره. پس این 3 روز 300 روز میشه با 6 روز دیگه 60 روز دیگه او را که خوشش کردی همین یک سال کامل میشه واقعی همین که گویا تمام سال روزه گرفته است معناش همین است. بعد هم یادم پس با زنگ زد گفت دوملو همینجا بعضی همکارانم میگن که شاید یه ورچه باشنده حالا میگن که همین را باید پای در پای بگیری. گفتم نه این پای در پای نیست. اصلا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر ماه شریف رمضان روزای مقصد فرضی وقتی و
غیر کفارت قسم یگان روزه دیگر را پای در پای تاکید نکرده است. حتی کسایی را که پای در پای روزه میگرفتن روزه نافله حضرت منع کرده گیرد. از جمله همین حضرت عبدالله بن عمرو او هر روز که میگرفت انا گفت با حضرت توصیهش داد گفت در یک ماه 3 روز بگی کفایه است. کی گفت من ای بهتر گرفتم میتونم یا رسول الله. گفت نباشه یک روز روزه بگی و یک روز بخور. یک روز روزه بگی و یک روز در میان بگی. کی گفت یا رسول الله ما با قوتم ای بهتر گرفتم میتونم. با گفت ای بهتر نمیشه با روزه. افضل الصيام صيام داوود علیه السلام. بهترین روزه روزه حضرت داوود علیه السلام ای کان یصوم یوما و یفطر یوما. حضرت یک روز روزه میگرفت است یک روز روزه را میخورد است ای بهتر نمیشه. من میگه که اوخی میگن که اینا باید پای در پای بگیری که پای در پای بگیریمش بعد عید جمعه میشه در روز جمعه چه روزه بگیرم. بعد گفتم که همکارات چکران چیه کسبشو گفت میدیک او گفتم میدیکن میدیکی خچنکنن و هم دقلم شو هر کس گیخچه بخورن. اگر ما اپراسیونی بریم رحمان میتین نمیمونین مکوخی کاری شما نیسته گفتم. اوخی مسئله شرعی را نگو میدیک بپرسه بود. همه دوشنبه و پنجشنبه ها بگیره انشالله 100% عزیمت و سقیط میشه با ثواب دوشنبه پنجشنبه را انشالله حاصل میکنه. اوخی در اسلام حرج نیست حضرت ابی کورا نمیکردگی پای در پای. با خصوصا روز جمعه اوخی جمعه روز عید مسلمان‌ها روز خوردن و شامیدن در روز جمعه روزه گرفتن پیغمبر نمیکردگی. برای انشالله وقتی که همو روزه ششکی اومدم دوشنبه و پنجشنبه ها بگیره در 3 هفته خودش خلاص میشه. آدرس یک قصاب دادن در اون طرفی بصره بخوید. حالا چه پوی بیاده با خونه‌اش رفتم خیلی وقت گذشت. خونه‌اش رفتم میگه گفتم که اکا یا مهمانی اولی قدر دارید گوشتی پیش ببرمته. گفت هوز یک گوشت میبرم میتومد مسکوری لحم. میگه بیس گفتم این مرد گوشت با مسکه قیاس کرده است. عادتا چیزا با چیزی ای خودش بهتر قیاس میکنن. ایش نشد ای گوشت مسکه خوب دست دار. میگن شیرای شیر زورای که آدم با شیر قیاس میکنن. به میگه گفتم یا برو اگه مسکهش بگیرم ای گوشت دا. پرسیدم مسکه خوبه کی میفروخته باشه. با اون طرفی شهر رو این کردم. خواستم رفتم نزد مسکه فروش. اکا این مسکه در کورای مهمون داره. گفت یا مسکه میبرم میتونم اصل وری شدی. سبحان الله این مسکه را با اصل قیاس کرده است. به اگر یا برو اصلش بگیرم با مهمونی اولی قدر اصل فروش گفته میگه پیش اصل فروش رفتیم اکا مهمون دارم اصل خوبم بده. حاجی گفت یا اصل میکشه میتونم او برین توزه. الله اکبر این اخیر آوردن با آب قیاسش کردن. این معلوم میشه ای همش همین آب خوب بود است. آب که خوب باشه در دهن در خونم چشمه نازنین کوزه را توی آب میگیرم در پیش مهمون میارم بزنه در جون شیرینش. وای نگاه کرد بچه‌ش او گفت بارک الله بچه حقیقتا بچه حلال زاده بود. حلال زاده بود این اقسامی چی؟ پدرش هم که سختی مرده دست نه. نه که بچه‌م یک چیزا با اینوبت نگرفتی که اوخی این قرار رفتی و اومدی او کاوشو خورده‌شی کاوش قیمت بود که زمانهای پیش. گفت پدر وقتی گفتی با همین عمک تبخر گفتم ایدو سر زیافت هم بخیر کاوشو یا بیرا پوشیده بود. همین کل شیء یرجع الی اصلی این میای. یا کس در میزنه بچه‌م برا گفت اتام نیست. حالا که دروغگویی را یادش داد. در خونه‌اش تگی یگان کسا ایو پدر نلاد و آدمگری نداره او فلان و بسمدان های. حالا که غیبت بهتان و دشنام و فرزند چه یاد داد. باور کنید با خدا قسم خیلی وابستگی ها داره همه چیزا. همین میخوایی که فرزند شیر باشه باشه خودت شیر شد. میخوایی که بناموس و بغیرت باشه خودت بناموس و بغیرت شد. پدر هر کسی نباشه نزد فرزندش اتوریته دهی. تاثیر داره. یک بزرگمرد در تاریخ اسلام گذشته است. با نام سعد ابن عباده صحابی پیغمبر یکی از رئیسا و سردارای قبیله خزرج بود. همین زمانی که حضرت رفته است لیچنی تاریخی پیغمبر بود در تمام جنگ‌ها. خوب جنگ بدر باشه خوب جنگ احد باشه همین در پهلوی پیغمبر بود. بسیار پهلوان بود. آدمی با دولت بود است. همین وقتی حضرت میگه مدینه منوره در اومد سعد در وقتی پیشوازش نبود. این جو تیار میکرد است برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد اومد گفت که یا رسول الله گفت جای شما رو آماده کردم. کی گفت ابو ایوب انصاری چقونی کرد
علاقه خرجینو رو گرفته است درو و دست المرء مع رحله مرد همراه همون برو پتکش باید باشه ما که اگر روزی ببرم این دماغش میسوزه این را مهمون گرفته است همینجا میمونه دیگه ایرم نمونه استان نکرده رفت همین هر شام میگه یک طبق سرید از خونه سعد ابن عبادة از حضرت میومد است سرید همین خروکی را میگن که نان ریزه میکنی و گوشت داره رنگ همین شوربای خود مواری این همیره سرید میگن شوربای طبقکی بهترین طعام همی ای حضرت میگه فضل عایشت علی سایر نساء کفضل ثرید علی سایر طعام فضیلت بی بی عایشه نسبت دیگر زنها مثل فضیلت یعنی طعام سرید است نسبت دیگر طعام ها ولی هم کلمه سرید همچه ترید در زبان توجیهی است نه که متأثر غیر موضع استفاده میکنیم فقط خروک گوشی است نموجم شروع طبقه که همش سرید ای همین هر شام می اومد است نزد حضرت خوب در خونه ابو ایوب انصاری باشه خوب جای دعوت باشه انا میگه وقتی که مهاجران اومدن هیچی نداشتن امکانیت نداشتن حضرت صلی الله علیه و سلم التماس کرد از مردم انصار که وقتی خونتون خراخری میره این برادرها یک نفر به نفر خطیتون بره در همون خراخ تو شریک اینه که یا گشنه هیچی ندارن میگه هر کس موافق قوتش یک کس دو کس تا سه کس میبرد انس ابن مالک میگه مگر همین سعد ابن عبادة این مرد خدا میگه هیچ روزی از 80 نفر کم نبود است تا مردی کت خدا بود است جوان مرد بود خیسه کوتاه من نزد حضرت اومد گفت یا رسول الله ای دعای اسرع کدام دعا زودتر پیش خدا اجابت میشود حضرت گفت جوف لیل الاخر و دبر صلوات المکتوبات سریع ترین دعا نزد پروردگار همون نمازی است که در آخر شب کرده می شود بعد نماز تهجد و دعایی که بعد نمازهای فرضی میکنم همین بعد نماز فرضی دعا پیش خداوند زود اجابت می شود میگه بعد هر نماز فرضی و بعد تهجد دعا میکنه از خدایا نعمت زیاده کن برای دنیا نعمت همین دنیا بذارم و خاطر اون که همین عمل خیر ما ترک نکنم همین مرد پدرش عباده در زمان جاهلیت گذشتگی اینه که اون که مردک بود است دائم همین دیگش میجوشید است کسی در مدینه منوره که مهمون میشید است حتما طعام او را میخورد است طعام او را نخورده ایش که همین اسیر نمیبرمد است ببینه اگه خداوند یک فرزندش بسیاره پسری کلونیش قیس میگن صحابی پیغمبر هر وقت نزد حضرت می اومد است اما سعد ابن عبادة دستی پسرش میگیرد می آورد نزد حضرت می آورد حضرت هم دوست می داشت است تو قیس ولی در روایات اومده است یک روز میگه همراه پسرش اومد که حضرت از جوش خیست گفت مرحبا بالانصار مرحبا بالانصار خوش آمده انصاریا خوش آمده میگه گرفت از پهلو شنان شوهردشه بعد گفت انا من الانصار منم از زمره انصاریام حضرت گفت انا من فراخ الانصار من همین چوجهکای انصارم حضرت بسیار زبان شیرین داشته من هم گفتم ای قطعای شما و میگه حضرت سعد چشماش پریاشید گفت اکرمک الله یا رسول الله کما اکرمتنا ای حبیبی خدا خداوند تو عزت کرم تا عزیز زیادتر کنه که تو ما را عزت کردی مقصد حضرت گفت این الله اکرمکم قبل کرامتی درجه و منزلت شما را خداوند پیش از او که من شما را محترم بدارم برداشتگی از این دیگه عزت زیاد میشود که پیغمبر را بشناسه پیغمبر را بگیره همراه تو شهرتان بیاره انصار الله و انصار رسول الله بشین و خدای تعالی درجه شما را بلند کرده یا سعد بعد نصیحتش کرد گفت اینکم سترون بعدی اثر بعدی سری من بالای سر تو بعضی مشکلات میآید فصبروا صبر کنید در اون مشکلات رو صبر کنید تا اینکه در نزد حوض کوثر با من ملاقات کنید انا در نزد حوض کوثر با شما رو سیراب میکنم و شفاعت میکنم اگه غرض پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشکلی میآید همون زمان یزید در نظر داره که حقیقتا با مردم مدینه بسیار مشکلی اومد این یزید وقتی مدینه را گرفت لاشش کرد مردم زیاد کشتن تجاوز در ناموس مسلمانان شد مالاشون را غارت کردن حقیقتا به سرشون مشکلی اومده مردای خدا را حضرت که پیش وصیت کرده بود در همه کارا انصاریا صبر کرده گیان قصه کوتاه همین قیس مردک کلان شد یکی از پهلوانا و جوان مردای مقصد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود
حضرت علی وقتی خلیفه شد قیس والی شهر مصر مملکت مصر تعیین کرد. انا والی مصر قیس بود. بعد شهادت حضرت علی وقتی که امام حسن خلیفه شد قیس وزیر مدافعه وزیر و گلاونا کماندوشی همین قیس بود. بسیار آدم جسور و شجاع و دولتمند بود. بسیار ثروتمند هم بود است. معاویه همین قیس خوف داشت. امام حسن صلح کرد ولی قیس صلح کردگی نبود. بعد گفتن که انا چیکار کنیم خطی مرد. معاویه یک کاغذ خالی بود گرفته در آخرش امضا کرد حضرت معاویه و پچت زد. گفت برای در دست قیس بتین بگین هر طلب داره اینا پیشکی من اجراش کنم. ولی هیچ نو نوشته و یگون تریب و نشانه نوشته است. علاقه امضا و پچت در آخرش زد که همین چیزی میخواه همونجا بنویسم من قبول کردم. مگر وقتی نزد قیس بن سعد آوردم نوشت یکمش اولادای علی و فاطمه اولادای علی را نسل پیامبر صلی الله علیه و سلم باید محترم بداره، حرمتشون را وجود بیاره، هیچ جا حد که حرمتشون نشود. طلب دیگه‌اش از بالای منبر حضرت علی را لعنت میگفتن. انا می لعنگویی علی بود. بله همین پیش یزید هم در دوره معاویه شروع شده بود. بعد خدشید یزید بود دوام شد. همین لعنگویی های مقصد حضرت علی از بالای منبر باید قطع شود. همین دو طلب کرده گیر. همین سبب شد بخشش که به چیز سبب چی بود؟ شیعی های قدر پرچم برداری میکنن که انا پیغمبر در غدیر خون حضرت علی را گرفت وصی و ولی گفت. مقصد از ولی گفتن پیغمبر هم همین بود که همین زبان بدگوها را ببنده. من کنت مولاه فعلی مولاه. هر کسی را گفت من مولاشم علی را مولاه. بعد گفت اللهم والین من والاه و عادین من عاداه. خدایا کسی که با علی دوستی میکنه دوستش بدار، دوستش باش، و کسی با علی دشمنی میکنه دشمنش باش. همین دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حقیقتا این فتنه هم وقت سر شده بود. یک کاری که انا همه عصر زمان ده همه میدونیم بدگو هستن، فتنه‌گرا هستن، انا نقش منفی بازی کردن. این بود در همین زمان فتنه علاقه در زمان حضرت علی علاقه این بدبخت عبدالله ابن سبا یهودی را روی کار اومده بود شروع کرده بود به همین شیطنت فتنه ها. ای آخر خلافت حضرت عثمان که همین فتنه ها که سر شد همین که رفت حضرت عثمان شهید شد، حضرت علی شهید شد. اخیر الامر اومد بعد در دوره امیر معاویه رضی الله عنه همین قطع شد همین فتنه ها. امیر معاویه هم آدمی با عقل بود، رای همین فتنه ها را بگرفت. هم طلباتی که مثلا قیس بن سعد دیگر رو کردن 100% اجرا کرده است و درجه احترام میکرد. دیگه همین حسن و حسین که معاویه هر وقت که مدینه می اومد خودش می اومد زیارتشون میکرد، دعوت نمیکردی پوشو بود، خودش میرفت زیارتشون میکرد. یا شوخیایی میکردن قطعش که بخدا قسم کتابون هم میخونی تعجب میکنید این قدر حلم و بردباری داشته است ای حضرت معاویه را. گفتن که معاویه را گفتن که ای بچه ابو سفیان، میگه امام حسن گفت این بچه ابو سفیان است، این بچه هنده، این با اوچه شبیه های رنگ اوچهش وری فربه ایدم داره ایدم تری شوخیو میکرد مثلا قطعش. مقصد حلیم بود حقیقتا معاویه، همه احترام میکرد، دستگیرشون میکرد تا دوره یزید. ای یزید خیلی این را که میدونه نماش این موضوع دوازی بریم بابای حجی دروزی بد میشود نکی همه اطراف اندیش میکنن. اما متاسفانه تأثیرش کمه. علتش چیه؟ تقوا کم شده است. اما تقوا که نباشه چیزی در اعتماد و باوری نداشته باشه اکیجو بشه واقعا. اصلی اساسیش هم میای دیگه ترس خدا نمونده است. تقوا چیه؟ ترس خدا. هر کاری را میکنی در مد نظرت باید پروردگار باشه. انما یخشى الله من عباده العلماء. الله عزوجل میگه از پروردگار از همه بیشتر عالما میترسن. کسی عالم کسی را میگن که از خدا ترس داشته باشه. عالم وقتی که در ختم قرآن شرکت نکرد، عالم وقتی که در نماز بامداد مسجد نرفت، مردم چی میگن؟ قسم به الله این همی سحر والله نه قسم عانشی خوب است. قطعی همی قوری بدیم دین شب همی سحر انا ساعتای 15 دقیقه 4 بود والله اعلم 15 دقیقه 4. بعد اومدیم که گفته برای در پیش مسجد مختلون بفرود با خدمت برم. یک بچه همجا خدمت کرده است یک جوان
اینم چی بگم اونم بقلشک‌های خولی را در یک خلطه بور کرده. همه دید دوید اومد سلام علیک کرده. گفت دنگلو هم گپا دروغ بودیانده. گفتم چی گپو؟ گفت که همون گفته است که واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند اون کاری دیگر میکنند. قسم به الله پیش در این مسجد. نه گفتم دروغ نیست. این غزل خواجه حافظ لسان الغیب است. نه که اونا گفته است که همه واعظ و بعضی ها را در نظر داره. اوه هستن متاسفانه مشکلی دارم زیر دانشمند مجلس بازپرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ مشکلی جامعه‌مون هم همیه که هم توبه فرما کسایی که مردم دعوت میکنن که باشد توبه کن باشد چیکار خودشو توبه کم میکنن. گویا باور نمیدارند روزی داوری که این همه قلب دغل در کاری داور میکنن. همین بعضیش هم میبینیم میگویی که همین بر روز قیامت همین خونه سوخته باور نداره. چی بالو اوخه اگر که بدونه هیچ کاری است که میکنی. نگه متاسفانه همین عمل که نیسته بعد همین سخن هم تاثیرش کم میشود. برای اون که تاثیر داشته باشه سخن حتما باید همین صاحبی همون سخن عمل خودش داشته باشه. برای همین هیچ وقت همون کسایی را که از کمپیروی ماماهاشو یاد گرفتگیان از مادرها یاد گرفتگیان مذمت نکنه. انشالله خدای بزرگ او مادرها را او پدرها را او باباها را در بهبهای جنت مستقر میگردونه که مردای حقیقی همون کسا بودیان. سبحان الله. یک چیز روشنی هم لازم سلطان سلیمان قانونی این خلیفه دیم عثمانی حساب میخورد. خلیفه علاقه پدرش خلیفه بود. همین عجیب یک مردی خراب دسته با درجه با شریعت مستقیم بود که حتی یک روز همین مورچه لغت میکنه در همون مقصد بوغ داده. من میگن که در همین اروپا یک نمود دارو تیار شده زهرناک همین میشکل درخت و هواش میبرن. من میگم ولی من همین رو بپرسم که نظر شریعت چی میشه باشه. همون شب و روزو این حضرت هم همین آدم توزه که بود کی را ابو سعود مفتی تعیین کرده بود از خودش. مفتی ابو سعود یا اولی بین یک کلون ای حضرت هم معریخ هم مفسر هم حدیث فقیه کلون کتابش زیاد است. ولی تفسیر ابو سعود هم است یا تفسیر ایشون معتبر است. نزد همون میرود که او حضرت نیست. با یک خط مینویسه که جناب مفتی همین خیلی کورای او همین مورچه را کشتن رخصت هسته یا نه؟ او خودش میگردن یا ابو سعود میگن که همون سلطان خلیفه اومده همین چیزا نوشته است. گرفت خون در تاش نوشت که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از کشتن مورچه نهی کرده. اگر مورچه در منزل زیستد در اومد اگر از حدود از بس که تجاوز کرده است کشتنش رخصت میشود. نه که اگر در همین موضع طبیعی خودش باشه او را کشتنش منع پیغمبر نهی کرده. هر وقت گرفتن و آوردنش گفت نشکی همون دارو را نزنه. اینا به حضرت در همین بلگراد بوده است. شهر بلگراد اینا پایتخت سربیا در میگه جهاد عبدالخی آزاد در همه از خود شرکت میکردن در جهاد. بعد انا گرفتن مرداش او آوردن به همین بگیم به همین استانبول و پسرش سلیمی ده سلیمی مست میگن بچه‌ش نشدیش اون بچه‌ش خوب نبود. وصیت نامه‌اش گرفت برآورد نوشته است که در قبر همون صندوقی که در کابینت کاریمای همون در پهلو بمونه. ابو سعود گفت که اخی ممکن نیست مولید دلیل چه در قبر میمونه. با هم پسرش اجازه پرسید که اجازه هست ما در صندوق باز کنیم. همین صندوق چی داره؟ وقتی درش باز میکنن همه از صندوق هم فتوا و گریه میکنن. ابو سعود خدا رحمت مغفرتت کنه. مقصد ایتا همین که هر سوالی بتن میگوی که ما با فتوای مفتی ها عمل کرده ایم. ای پیش خودم یکون کار کرده نیست. نه که وای به حال اون مفتی بدبخته که به خاطر دنیا طرف فتوا ایرابی اصلا کاغذ را قطعی بر الله اکبر. این عبادی توازی را سلطان سلیمان قانونی این خیلی مردک بود است. خدا برکت بده. ان شاء الله کسی که همین راه خدا را که پاس داشت ان شاء الله شریعت که قدردانی کرد خدای تعالی در هر دو عالم ان شاء الله همین قدردان و با قدر صاحب عزتش میگردونه. میگم یا دعا کنیم خیزیم نماز هم خونیم خیلی خدا حفظ الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وهو سيدنا ومولانا
اللهم ارحم صاحب هذا الطعام والآكلین كلهم اجمعین. حبیب دلها محمد صلی الله علیه و سلم تاکید کرده است من سعادت ابن آدم ثلاث، نشانه سعادتمندی فرزند آدم سه چیز است: المسکن الصالح و المرأة الصالح و المرکب الصالح. نشانه سعادتمندی فرزند آدم زن صالحه، خونه خوب صالحه، سواری خوب صالح. انشاءالله پروردگار بزرگ محمد جان ما را از هر سش برخوردار کرده. خداوند در منزلش، در منزل مهمانانش، در این محله و در این دیار فیض و برکات و خیرات و حسنات خویش را نازل بسازد. پروردگار جمیع مراد و مقصودهای میزبان و مهماناش برآورده خیر بکنه. خداوند بابای حاجی را به خاطر تعلیم و تربیت فرزندای خوب و صالح، به خاطر ایمانی که به الله داره، خدمتایی که در راه و در جاده شریعت غرای محمدی در دیار میکنن، فردا روز قیامت هم نشینی رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب روزش میگردونه. آمین یا رب. پروردگار حفظ کنه، برکت بیاره.